اینم از کشک بادمجون به درخواست شما. نوش جان. اول از همه بادمجونامون رو پوست میکنی، بعدش خورد میکنی، یه برش هم به هر کدوم از این تیکه های خورد شدهمون میدی. بعد از اون میریم سراغ نمک. یه مقدار نمک میزنیم برای اینکه تلخی بادمجون گرفته بشه. بعد میریم سراغ پیازامون، اونا رو به صورت خلالی خورد میکنیم. بعدش میریم سراغ سیر، اونها رو هم به صورت نگینی خورد میکنیم. بعد از 1 ربع آب روی بادمجون رو با دستمال میگیریم، توی مایتابمون روغن میریزیم و بعد بادمجون هامون رو سرخ میکنیم. بعد از اینکه بادمجونامون سرخ شد، اونها رو روی دستمال میذاریم تا روغنش گرفته بشه. بعدش میریم سراغ پیازامون، اونها رو هم سرخ میکنیم یه مقدار و بعدش سیرهامون رو بهش اضافه میکنیم. بعد از اون بادمجونامون رو به همراه پیاز و سیر و یه مقدار نمک داخل مخلوط کن میریزیم. 2 تا قاشق گردو به همراه 3 تا قاشق نعنا رو داخل مایتابه میریزیم، یه مقدار تفت میدیم. بعد از اون بادمجونا رو بهش اضافه میکنیم به همراه کشک و تمام.